من ایران را دوست دارم چون شعر دارد، هنر دارد، تاریخ دارد، وسوسه ماندن دارد. وطن در دل آدمی باید باشد. از 4 سال پیش به فکر احداث استخر بتونی به مساحت 20 در 30 در 7 متر عمق شدم. به خاطر بحران کم‌آبی و بیهینه از آبهای زیرزمینی رو به کشت سبزیجات و سیفیجات در این منطقه نمودم. قبل از احداث استخر ما شاید 50 من زمین زیر کشت داشتیم، ولی امسال با احداث استخر الان نزدیک 2.5 هکتار سیفیجات شامل خیار و مرزه و شوی مشغولیم. در گذشته شاید 2 نفر یا 3 نفر مثلا به ما کار میکنن، ولی امروز روزانه 15 تا 20 نفر دیگه مشغول به کارن به جمع‌آوری خیار و خیار گوناگون از حدوداً تامین میکنن.